حسین علیه السلام فرمود مثلی لا یبایع یزید، کسی مثل من، کسی مثل یزید بیعت نمیکنه. ملت ایران در واقع میگن مثل ما، ملتی با این فرهنگ، با این سابقه، با این معارف عالی به سردمدارانی مثل افراد فاسدی که امروز بر سر کارند در آمریکا بیعت نخواهد کرد. शहीद